پیرمردی بود، من خودم دیدم او رو، شاید همون اصلش همون نزدیکی به محل ما بود، ظاهرا شمالی بود. گفت داشتم میخوابیدم، دیدم قلقله‌ای هست. گفتم چه قلقله‌ای هست؟ گفت جعفر جنی، همونی که آمده بود برای یاری امام حسین، وفات کرده، حالا وفات کرده. میگه پرسیدم در همون حالی که داشتم میخوابیدم، جانشین دارد؟ پسرش جانشینش هست؟ گفتم بله جانشینم دارد. اینه دیگه در اون خبر نشنیده بودم. این مخصوص همین پیرمردی که خودم دیدم. گفتم جانشینش اسمش چیه؟ از اون که خبر داده بود به من. گفت اسم پسرش که جانشین پدر است کامله. کامل این آدم داشته باشد اونا 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نیست عمرشون. این را از پیرمردهای زمان خودمون از اساطیر در نجف شنیده بودیم که گفته بودن جنها گفته بودن در بین ما جن کافر هست و شیعه سنی نیست. برای چیه این مثلا؟ گفت پیرمردایی توی ماها الان هم هستن. گفتن ما بودیم، حضرت رسول در غدیر در حضرت امیر را بلند کرد و جانشین خودش قرار داد. ما بودیم، الان هم هستن. بالاخره چکار کنیم؟ با اینکه واضحات رو منکرن مخالفین ما، در ما اثر ندارد. الشيعة عليهم لعنة الله كفر ليسوا بمسلمين.